خب خیلی خوش اومدین. چی شد؟ ایونت. اگه دسترسی دارین به دوستاتون لینک صحیح رو بهشون بدید. خب به گام دوم این دوره مهندسی تجربه خوش اومدید. توی گام دوم 2 جلسه اول توجهش تمرکزش روی بحث نراتیو روایت تو بازی‌های ویدیویی و 2 جلسه بعدش هم در مورد تصمیم گیری توی بازی‌های ویدیویی. نسبتاً محتوای جدی 2 تا چپتر خیلی بزرگ و جدی کتاب آقای تاینن سیلوستر. فکر می‌کنم بیشترتون گام قبلی رو بودید، شاید تعدادی باشن که جدید باشید توی این گام. خیلی خوش اومدید. حالا آخر این جلسه یه ذره توضیح میدم در مورد فولدری که برای پروژه داریم و کلا روالی که برای یه سری تمرینا هم داریم توی این گام دوم. خب بریم صحبت کنیم در مورد موضوعمون. ما خب نراتیو، روایت. اولین چیزی که میتونیم در موردش صحبت کنیم اینه که داستان و روایت با هم دیگه چه فرقی دارن، چون همیشه در مورد داستان صحبت میشه، نراتیو هم زیاد میشنویم، به خصوص تو ویدیو گیم نراتیو دیزاینر در موردش صحبت میشه. ولی خب آیا همون نویسنده است؟ آیا داستان؟ وقتی میگیم نراتیو یه بازی داریم در مورد چی دقیقاً صحبت میکنیم؟ این رو بیاد یه ذره باز کنیم. داستان در واقع توالی یه سری رویداده، sequence of events. یعنی این اتفاق افتاد، بعد این اتفاق افتاد، من رفتم مدرسه، تو مدرسه زنگ ریاضی بود، زنگ ریاضی معلمون اومد، این اتفاق افتاد، به من اینو گفت، بعد رفتم خونه. یه سری اتفاق که بهتر البته یه ذره جذابم باشه، ولی این تعریف به این شکل در واقع داستانه. منتها وقتی صحبت از روایت میشه، نحوه گفتن اون داستان رو معمولا بهش میگیم روایت. یعنی الان من چجوری گفتم، الان من همینجوری به صورت شفاهی برای شما توضیح دادم، این نحوه گفتن من بود. ممکن بود من یه سری استوری بورد در مورد همین اتفاق در بیارم، نحوه گفتن من میشه اون استوری بورد. ممکن بود آخرشو اول بگم مثلا خونه رسیدم، خونین و مالین بودم دیروز، بعد برم اولشو بگم رفتم مدرسه، اینجوری شد، با معلمم درگیر شدیم، زدیم هم دیگه رو. پس نحوه گفتن در واقع اینجا ارتباطی لزوما به داستان نداره، مرتبطه. نحوه گفتن نراتیو، خود اتفاقا استوری یا داستانه. حالا اینا یه ذره بیشتر باز کنیم. داستان معمولا در مورد کاراکتر هاست، پلات یا پیرنگ، در مورد موقعیت، در مورد، و این چیزی که معمولا جذابش میکنه، تو اون داستان اول من خیلی جذاب نبود، ولی تو داستان دومم که مقداری خون مطرح شد شاید جذاب‌تر شده باشه، بحث کانفلیکت و درگیری و حل، رزولوشن، یعنی حل اونا. همیشه یه اتفاقی میفته، یه دشواری هست، یه چالشی هست و یه جوری یه نفری از اون چالش رد میشه. معمولا این جذابش میکنه. منتها نراتیو در مورد پوینت آف ویو، مثلا اینکه از چه زاویه میگیم، آیا راوی داره میگه، آیا کاراکترها دیالوگی دارن، آیا مثلا یه کس دیگه یه جور دیگه داره این بیان میشه، ساختارش چیه، مدیومش چیه، فیلم، اودیو بوک، کتاب، این صورت مسئله های نراتیو میشه. در واقع داستان جواب میده که چه اتفاقی افتاد، چی شد، این داستانه. روایت جواب میده که چه جوری داستان بیان شد. داستان ماده خام روایت،
اگه داستان نباشه روایت بی‌معنیه دیگه، چون روایت میخواد یه جوری یه چیزی رو بگه. چی رو بگه؟ داستان رو بگه. حالا که داستانی وجود داره میشه یه جوری گفت. خیلی فیلم ها یه داستان رو میگن، ولی یعنی خیلی وقتا یه داستانی وجود داره بعد انواع فیلم روش ساخته میشه. هر فیلمی یه جوری اون داستان رو میگه. این فرقشون میشه توی روایت. در واقع در مورد پرزنت کردن، چجوری یه داستان پرزنت میشه، ارائه میشه. به عنوان مثال در بازی محبوب شما لاستاواس میشه گفت که داستان اینه که جوئل دخترش از دست داده، با الی آشنا میشه و میرن روی یک ماجراهای خطرناک برای نجات بشریت. مثلا این داستانه. ولی خب تو بازی شما چی میبینین؟ تو بازی شما یه عالمه کاتسینای سینماتیکی میبینین، شما دیالوگا رو میبینین بین کاراکترها در زمان گیم پلی. در مورد اینا میخوایم صحبت کنیم که اینا هر کدوم چی هن. چون برای ویدیو گیم هم خیلی مهمه دیگه. فلش بک داره و قصه گویی محیطی که باز یکی از چیزاییه که حتما توی همین بحث نراتیو در موردش مفصل صحبت میکنیم. اینا رو میبینیم، یعنی اون قصه با این روش داره بیان میشه. بازی‌ها شبیه فیلم هستن ولی خب اصلاً مثل فیلم رفتار نمی‌کنن. اینو می‌خوایم یه مقداری باز کنیم. منتها قبل از اینکه اینو بیشتر باز کنیم بیاین اصلا یه ذری تو تاریخ ببینیم که این قصه گویی‌ها چجوری انجام می‌شده. خب اول همه حرف می‌زدن و از وقتی که بشر دور آتیش میگن دور آتیش جمع می‌شده شروع کرده قصه گویی شفاهی رو هم انجام دادن. شفاهی آدما با هم دیگه هم قصه میگفتن و حالا یه جور نراتیو، یه جور روایتی رو به صورت شفاهی به هم دیگه منتقل میکردن. بعد خب متن میاد، نوشته میاد، کتاب میاد. بعد از اون یه مدیوم جدی دیگه تئاتر، طبیعتاً میدونین. بعد از اون مدیوم جدی دیگه سینماست و چیزی که حالا تمرکز ما هست ویدیو گیم. هر کدوم از اینا چی کار کردن، چه امکانی دارن و الان وضعیتشون چجوریه و در گذشته وضعیتشون چجوری بوده. قصه های شفاهی، خب لینک این یورل بالا رو به هر کی بدین میتونه بیاد دیگه. اگر همین یورل بالا رو کپی پیست کنین از توی براوزر میتونین به هر کی که میخواین بدید که بیاد. آدرس در واقع گوگل میت همین چیزیه که بالا توی براوزر هست. خب قصه های شفاهی دهان به دهان گفته می شدن. ولی وقتی که نوشته میاد برای بار اول کتابا میان، یک کتابی مثل هومر، مثل کاری که هومر میکنه، اودیسه هومر که خیلی کهنه. خب این چه ویژگی داره به نظرتون؟ میخوایم بیایم و ببینیم این مدیوم های مختلف هر کدوم چه چیزی رو باعث دگرگونی شدن در چی؟ در قصه گویی، در واقع نراتیو دیگه، روایت، روش قصه. چون قصه ها که وجود داره ولی روش گفتن این قصه ها یه بخش جدیش مدیوم هاست، یه بخش جدی داخل مدیوم ها حالا ابزارای اون مدیوم خاصه که در مورد اینا میخوایم صحبت کنیم. پس از همینجا وارد بشیم. وقتی که قصه های شفاهی وجود داشته حرف میزدن، یه چیزی مثل اودیسه هومر که کهنه، حالا خیلی کتابای کهنه دیگه هم میشه در موردش مثال زد، به نظرتون چی کار میکنه؟ چه امکانی رو فراهم میکنه و اصلا چی میتونیم در موردش بگیم به نظرتون؟ اگر اینجا چیزی رو میخواهید بنویسید، اگرم خیلی چیز مهمی میخواین بگید صحبت کنیم در موردش. در ضمن سوالایی که براتون پیش میاد لطفا در قسمت Q&A بنویسید که سر
زمانش صحبت کنیم. خب ماندگاری میده به داستان، سروش گفتی ماندگاری میده به داستان، ماندگاری میده، بالاخره نوشته است میتونه بمونه، درسته؟ یه امکانیه که داستانهای شفاهی ندارن، چون تو داستان شفاهی شما باید به هر حال همیشه یکی باشه اونو بگه، لایو دیگه چیزی نمیمونه. خب عمق بیشتری داره، حماسیه گفتین، میاد یکی از بهترین تجربه های روایتگری رو ثبت میکنه، درسته؟ خب از اون عمق بیشتری داره. حالا هیرات چیز جالبی رو گفتی، هنوز قوانین دراما انگار مشخص نشده و بیشتر شبیه یه سند تاریخیه. بیاین ادامه بدیم، بریم رو بعدی تا اینو باز کنیم ببینیم منظورمون چیه. بیاین اینو مقایسه کنیم با یه کتابی مثل اولیسیس جیمز جویس. کتاب جیمز جویس یکی از شاهکارهای ادبیات، یه کتابیه که پیچیدگی متنی زیادی داره، در مورد جریان سیال ذهن کاراکتر، کتابیه که از زاویه کاراکتر به نحو خاصی تو ذهن کاراکترها میره و نشون میده و تو ذهنشون میره، این کارا رو میکنه. به نظر شما فرق یه همچین اثری با یه داستان کهنی مثل اودیسه هومر که نسبتاً متن مشخصیه چیه؟ اینجا چه اتفاقی به نظر شما داره میفته در گذر زمان در مورد، حالا ما داریم در مورد کتاب، از کتاب شروع کردیم دیگه، در مورد کتاب. خب در مورد کتاب گفتیم که خب سرعت خوندن دست مخاطبه، بله اینا فرقاش ویژگیه که داره. رامین گفتی که ساختارمند میکنه روایت و داستان رو، این هم درسته. ارتباط با گذشته، خب روایت داستان تقویت نمیکنه. خب رامین جان شما بگو. به نظرم مهمترین اتفاقی که داره میفته همین ساختارمند شدنه و چارچوب پیدا کردن است. یعنی از اولیس یه داستان یه جورایی شکسته است، حالا به روایتی میشه گفت اصلا پست مدرنه، یه حالت خیلی شکسته ای داره که سیر داستانی و خط داستانی یه مقدار توش وجود نداره. یعنی از جهات مختلف اینجا مثلا اودیسیروس اومد این طرف خداها داشتن فلان حرف رو میزنن تا برسه به اون جنبندی که داستان داره و انواع اقسام گره‌گشایی هم داره. اما مثلا اولیس جویس از طرف کاملا یه روایت البته غیر خطیه ولی یه گره‌گشایی های خیلی مشخصی داره که بلوم صحبش اینجوری، البته فکر کنم ددالوس بوده اولی، صحبش اینجوری شروع میکنه تا به اینجا میرسه، بلوم صحبش اینجوری شروع میکنه تا به اینجا میرسه و حالا تو ذهن مالی و زنش که دوباره به این خطه میرسه. و جویس انقدر چهارچوب میسازه، انقدر یه ساختاری کلا به نوع روایتش میده و در انتهاش هم به جایی میرسه که نوع روایت جدید که همون جریان سیال ذهنی که خودتون گفتیم میسازه، پیچیده تر میشه دیگه، این داستان پیچیده تر میشه. آره پیچیده تر میشه. مرسی، موضوع خوبی گفت. در ضمن این داستانم یه جورایی خود همون داستان اودیسس، انگار یه باز تعریفی، الهامی از همون داستان داره، ولی خب کلا ربط مستقیمی با اون داستان نداره. اتفاقی که میخوایم بگیم اینه، انگار کتاب میاد یک توانایی رو در خودش پیدا میکنه، یه چیزی که بنیان ادبیات انگار ارزش خودش رو یواش یواش نشون میده که حالا کتاب لازم نیست مثل چیزایی که قبل از اون بود باشه. چی قبل از اون بود؟ داستانگویی مشخص شفاهی. کتاب لازم نیست انگار یک نفری که همونجوری داستان شفاهی ساده میگفت بیایم بنویسیم و بشه کتاب. کتاب قدرت بیشتری داره. ادبیات در واقع قدرت خیلی بیشتری دارن که توی کتاب‌های ادبی این
قدرت‌ها، با تمام صنایع ادبی، با تمام تشبیه‌ها، با تمام روش‌های قصه پردازی و روایت و پیرنگ به وجود اومده. خب این اتفاق تو کتاب. حالا بیاین ادامه بدیم ببینیم دیگه چه اتفاقی میفته. ما یه چیزی مثل نقالی‌ها رو داریم که خب تو سنت ما هم خیلی جدیه. نقالی یه جور تئاتره. چه جور تئاتریه به نظرتون؟ حالا بیایم بگیم که اینجا چه اتفاقی میفته بین نقالی و یه تئاتری مثل این تئاتر در انتظار گودو. چی شده؟ چی میتونیم بگیم بین فرق بین این دوتا به نظرتون؟ الان میدونین دیگه از چه زاویه‌ای منظورمونه دیگه. داریم این میدیوما رو بررسی میکنیم از چه زاویه و میدونید که به کجا میخوایم برسیم. خب نقالی دیدین تا حالا؟ ندیدین؟ آره نقالی داستان توسط راوی بیان میشه. در واقع انگار باز همون فرم ساده رو داره، انگار یه قدم به سمت تئاتر، انگار همون قصه گویی شفاهیه ولی حالا یه مقداری با پرزنتیشن با پرفورم ترکیب میشه یه مقداری. ولی خب طبیعتا میدونین که تئاتر خیلی پیشرفت میکنه و کارهایی مثل کارهای حالا اگزیستنسیال و کارهای دیگه که از حرکت و از سکوت و از دیالوگ و از حرکت بدنی شخصیت ها و صدا و تا حدی گاهی موسیقی و اینا اصلا یه اتفاق دیگه میفته. انگار تئاتر قدرت خودش رو پیدا میکنه به عنوان یه مدیوم که چی کار میتونه بکنه. لازم نیست نسبتاً ساده باشه و با یه مدیوم جدید همون گونه روایت داشته باشه که مدیوم‌های قبلی داشتن. روایت اینجا فرصت جدید پیدا میکنه. داستان ممکنه همون داستان باشه دیگه. نکته مهم اینه داستان فرق نمیکنه، روایت نراتیو میتونه فرق کنه. حالا یه نکته مهم اینه که به این معنی نیست که اینا بهتر از اونن. طبیعتا هر کدوم کارکرد خودشو دارن. این کارکرد داره، کتاب اودیسه هم هنوز کارکرد داره و خوندنش جذاب، مهمه و هر کدوم از اینا نیومدن جای اون یکی رو بگیرن. فقط داریم میگیم که انگار میاد اون مدیوم به یه بلوغی میرسه از نظر امکانهای جدیدی که داره. اولش امکانهای جدیدش کشف نشده، به مرور هنرمندا امکانهای جدید اون مدیوم رو کشف میکنن. حالا بخوایم ادامه بدیم تو سینما، این مثلا فیلم مرگ یزدگرد بهرام بیضایی. فیلم مرگ یزدگرد که خب بی‌نظیرم هست مثل بقیه کارهای بهرام بیضایی، ولی خیلی فرم تئاتری داره و اوایل، حالا این فیلم قدیمی نیست ولی خب اوایل سینما میدونی که سینماگرا مثل تئاتر می اومدن فیلم درست میکردن. یعنی صحنه رو استیج رو میچیدن، بازیگرام آماده بودن، دوربین رو میذاشتن اون جلو، بازی کنین، فیلم میگرفتن. یواش 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 فهمیدن که سینما پتانسیل دیگه‌ای هم داره، امکانات دیگه‌ای هم داره که مثلا فیلمی مثل اینسپشن، مثلا نولان یا اصلا هر کار نولان، انگار نولان خیلی دیگه شیر است روی امکان سینما. این فیلم ها کات های مختلف دارن، کلوزآپ دارن، تلفیق موسیقی دارن، صداگذاری خاص دارن، بازی تو زمان دارن. ممکنه داستان چیزی مثل ممنتو اصلا داستان به برعکس عقب بره، فلش بک و خیلی امکانات دیگه‌ای که میدونید سینما داره، نور پردازی، بازی و هزار چیز دیگه. خب امروز هم بحث جلوه‌های ویژه. پس سینما یواش یواش میاد پتانسیل خودش رو کشف میکنه. این چیزیه که داریم میگیم. و در مورد روایت در ویدیو گیم هم اگه بخوایم بگیم، روایت در ویدیو گیم هم یا میتونه خیلی الهام گرفته از مدیوم‌های دیگه باشه، مثلا یه ویژوال ناول باشه که از کتاب بیشتر الهام گرفته باشه فرم مدیومش و یه چیزایی اضافه کرده باشه، یا مثل بازی‌های تلتیل خیلی سینماتیکی باشن
که از فیلم الهام گرفتن و حالا یه مقداری چویس به شما اضافه میکنن، یا مثلا بازی زلدا Breath of the Wild به توانایی ویدیو گیم بیشتر نزدیک شده باشه. حالا این توانایی ویدیو گیم هم داره بیشتر و بیشتر کشف میشه هر روز. جذابیتش هم اینه دیگه، شما هم براتون همین جذابه که یه مدیومیه که داره هر روز پتانسیلش بیشتر نشون داده میشه. سرعتش از تغییرات تئاتر و سینما و ادبیات خب خیلی بیشتره و همینش جذابش میکنه. آزادی و ایجنسی، در مورد ایجنسی صحبت کردیم توی گام قبلی. عاملیت بازیکن اینجا خب مهمن. امکان ایمرجنت گیم پلی میده، درسته؟ در مورد اینم صحبت کردیم، بازم صحبت میکنیم. امکان اینکه بازیکن داستان خودش رو خودش تعریف کنه، خودش بسازه میده، پلیر دریون ستوری تلینگ. و حالا بعضی بازی‌ها جهان بازن که باز به همون بحث چویس و آزادی و اکسپلوریشن و ایجنسی و اینا میرسه و همه اینا با مکانیک و در واقع تعامل اینتراکشن قاطی میشه، ترکیب میشه. پس اینجا چیزی که فقط میخوایم بگیم اینه که نراتیو، وقتی صحبت از نراتیو میشه، مدیوم‌های مختلف امکانات مختلفی رو دارن و ما میتونیم از امکانات یه مدیومی خیلی استفاده کنیم، میتونیم استفاده زیاد نکنیم. به این معنی نیست لزوما که بهتر یا بدتر دیگه، درسته؟ چون بازیای تلتیل هم بازیای عالیه هستن و فروش زیادی هم داشتن و بسیار موفق بودن و همیشه هم فن دارن و چه بسا شما هم خیلی لذت برده باشین و اینم طبیعتا خوبه. حالا شاید یکی حتی اینو بیشتر از این دوست داشته باشه. فقط باید بدونیم که این امکانات مدیوما به چه شکله. خب صحبتی داریم تا اینجای کار؟ کسی نکته‌ای، پیشنهادی؟ خب پس بعدی نراتیو تول است، ابزارهای نراتیو. گفتیم که خب حالا مدیوم با خودش یه سری امکان میاره، بعد توی اون امکانی که میاره یه سری ابزار وجود داره. طبیعتاً توجه ما الان دیگه میره روی ویدیو گیم، چون تئاتر هم یه سری نراتیو تول داره، سینما هم برای خودش داره، کتاب هم برای خودش. تو ویدیو گیم اولین چیزی که شروع شد، بازی‌های قدیمی‌تر همه اینو داشتن، هنوزم یه سری از بازی‌ها اینو دارن، بحث داستان اسکریپت شده است. یعنی سازنده، نویسنده یا در واقع نراتیو دیزاینر، الان دیگه یواش یواش این فرقه رو می‌بینیم چجوریه دیگه. نویسنده کسیه که ستوری براش مهمه، داستان، کسیه که شخصیت‌ها براش مهمن، پیرنگ براش مهمه، پلات، ستینگ براش مهمه، درسته، کانفلیکت براش مهمه، اون نویسنده است. نراتیو که میشه نراتیو دیزاینر، اون کسیه که چگونگی پیاده سازی اونا رو حالا باید در موردشون فکر کنه. آیا با کاتسین پیاده سازی میشن؟ آیا با روش‌های دیگه؟ با هر چی که پیاده سازی میشن، تول های نراتیو تول آن چیزهاییه که نراتیو دیزاینر میتونه ازش استفاده کنه که داستان رو پیاده کنه توی بازی و همه تجربه کنن. نهایتا همه از این طریق داستان رو تجربه میکنن. اولین تولش خب اسکریپتد استوری. اسکریپتد استوری دیگه خیلی استاتیکه دیگه. مثلا یه کاتسین خیلی مشخص، دقیقاً یه جور خاصی طراحی میشه، نوشته میشه. کاتسین حالا ممکنه استوری بورد بخوره، انیمیت بشه، همشی آفلاین رندر بشه، اصلا مثل بازی قدیمی، و شما میشینی به عنوان گیمر اون رو میبینی. حالا اگه بازی ژاپنی باشه ممکنه که 1 ساعت کاتسین ببینی، اگه بازی غیر ژاپنی باشه شاید مثلا 30 ثانیه ببینی. خب خوبی داره، بدی هم داره دیگه، درسته؟ چند تا از خوبیای اینو لطفاً میگین. خوبی اسکریپتد ستوری چیه به نظرتون؟ خوبیاش؟ خب
هیرات یه چیزی در مورد این گفتیم. آره نراتیو لزوما برای بازی ویدیو گیم نیست، بازی قدیمی است. شطرنج هم یه نراتیوی توش اتفاق میفته. اتفاقا نراتیو از جنس نراتیو ایمرجنت هم حتی توش میتونه اتفاق بیفته، یا بازی دیگه صحبت میکنیم در مورد لایه‌های نراتیو. خب خوبی‌ها رو میخواین بگین؟ محمد رضا جان شما بگو. سلام. من فکر میکنم چون که نوع روایت استبلیش شده تره و شبیه تره به مدیوم های قبلی تو این حالت از داستان که اسکریپت داده، ما وارد یه منطقه ناشناخته نشدیم اونقدر. مثل اون تعامله که بازی ها رو منحصر به فرد میکنه با خودش یه سری چالش ها هم میاره. اونجا راحت‌تر میشه روایت رو انجام داد و جواب خودش رو پس داده به نظر من. شما از همون فرمولای آماده قبلی استفاده کنید، میتونید تا حدی به یه جوابی برسید. آره مرسی. آره دیگه مشخصه دیگه، شما میتونی دقیقاً کنترل دست شما به عنوان نویسنده یا دیزاینره، کنترل داری، میتونی اونجوری که میخوای. و یادتونه گفتیم اصلا سختی ویدیو گیم همینه دیگه. فرقش با سینما اینه که تو سینما کاملا کنترل دست شماست، اتفاقا چجوری بیفته، ایونت ها که تجربه ساخته بشه. تو ویدیو گیم خیلی کنترل دست شما نیست کلا. حالا وقتی یه اسکریپتد استوری هست، یعنی دقیقا شما کنترل رو از پلیر میگیری که کنترل دست شمای دیزاینر باشه و بشینه اون جوری که میخوای، با اون زاویه‌ای که میخوای، با اون حس و ترکیب موزیک یه چیزی رو بهش نشون بدی. بسیار عالی. بعدیش رو بیاین در نظر بگیریم. بعدیش رو به نظرتون چیه با ادبیات چیزایی که تو گام اول داشتیم که گفتیم بازی خوب چه بازیه؟ یادتون میاد؟ بخوام اینم به اون ربطش بدین. چجوری ممکنه که این ضربه بزنه به بازی؟ به خاطر چیزایی که صحبت کردیم. عمق رو کم نمی‌کنه لزوما عمق، چون حالا به اسکیل ها و اینا جای دیگه ربط داره، ولی آرش گفته که فلو رو به هم میزنه. دقیقاً فلو شما رو به هم میزنه. چرا؟ چون فلو معمولاً با تعامل شما اتفاق میفته. بعضی وقتا میتونه البته با کشف و اینا هم اتفاق بیفته. اگه خیلی جذاب باشه، خیلی 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 جذاب باشه، ممکنه یه ذره شما هنوز تو فلو باشین، خیلی مرتبط باشه. ولی اگه یه ذره اونجوری نباشه و بیشتر فلو رو شما از مکانیک گرفته باشی، خب طبیعتا فلو میخواد. حالا خب میتونه خوبم باشه، میتونه استراحت باشه. شاید خیلی از بازی‌ها بعد از یه اتفاق بزرگ به عنوان یه ریوارد اینو میدن به پلیر. بازی نمیتونه خوب باشه. واسه همین هنوز از بین نرفته این سکریپتد استوری هست هنوز. خوبی و بدی داره، خوبیای دیگه هم داره. ایجنسیتون رو میگیره. بله نوشتین که ایجنسی رو میگیره. طبیعتا خیلی جالب نیست. گیم بودن رو کم میکنه. آره به خاطر همین قضیه ایجنسی. هزینه برم میتونه باشه، میتونه نباشه، اینم بستگی داره. هیراد جان شما بفرما. میوتی یا صدات نمیاد هیراد؟ خب فعلا ما ادامه بدیم. خب اینو میدونیم دیگه. چی ابزار دیگه ای که نراتیو دیزاینر داره سافت اسکریپتینگ. توی سافت اسکریپتینگ کنترل کامل از بازیکن نمیگیریم، یا اصلا نمیگیریم یا یه ذره میگیریم. اصلا نمیگیریم یعنی که شما میتونی همون کاری که میکردی رو بکنی و یه بخشی از داستان رو ببینی. زیاد دیدین دیگه، شما کاراکتر حرکت میکنه، یه چیزی مثل کاتسین داره اتفاق میفته بین دو تا کاراکتر دیگه یا سه تا دیگه، ولی شما هم آزادی که یا ببینی یا نبینی، یا بری یا وایسی. بعضی وقتا یه ذره کنترل از شما میگیره. مثلا دیگه کاراکترت نمیتونه تیر بزنه، کاراکترت دیگه فقط میتونه راه بره و حالا یه بخشی از داستان شما ببینید. در صورت اینا مدل‌های سافت اسکریپتینگ. تو مدل سافت اسکریپتینگ یه سری چالش وجود داره. به نظر شما این چه چالنجایی داره برای شمایی که دیزاینری؟
یعنی بالاخره بد نیست دیگه، از اون اسکریپت هارد اسکریپتینگ بهتره، به خاطر اینکه اونجا گفتیم که خب درسته کنترل داریم ولی یه ذره از حالت بازی در میاد و اون ایجنسی رو نداریم، پس میایم سراغ سافت اسکریپتینگ. ولی حالا که این کارو میکنیم یه مزیتایی داره که شما هنوز میتونی با کنترلرت یه کاری بکنی، ولی چه چیزهایی رو باید به نظرتون حواستون بهش باشه تو این حالت؟ خب هیرات در مورد ماس افکت میخواستی سوال کنی؟ ماس افکت هم ترکیب دیگه، حالا صحبت میکنیم، هم مثالش هم میاریم. خیلی در واقع اسکریپت از پیش تعیین شده دارن این بازی ها، ولی عمده نراتیوشون جور دیگه یه که میریم جلوتر حالا صحبت میکنیم. خب گفتید که آرش گفته که کنترل کامل نداریم که چه اتفاقی برای پلیر میفته. خب اگه حالا منظورت از اتفاق باید ببینیم چیه. فریه گفتی که حالتهای حدی رو باید در نظر گرفت. حالتهای حدی هم باید ببینیم منظورت چیه. خسرو میگه که انگیجینگ بودنش شاید راحت نباشه. اینم باید دید ببینیم منظورت چیه. شکیب گفتی که اگه اتفاق مهمی قرار باشه بیفته و پلیر هم باید ببینه، توی این حالت ممکنه دیده نشه و اتفاقات تحت بله پلیر شاید نبینه اگه مهمه، چون شاید بره اون وقت، شاید نگاه نکن. براتون تو بازی حتما زیاد اتفاق افتاده، چیزی بوده بعد نگرانی باشی نباشی بری بیای. اگه بخوای محدود کنی بازی کنه، باز شبیه همون هارد اسکریپت میشین دیگه، هر چقدر بخوایم بیشتر محدود کنیم. بنابراین یه ذره این قضیه رو داره. موین گفتی که جلوگیری کردن از کارهای غیر منتظره مثل جامپ کردن روی میز. آره این دسک جامپینگ، پریدن روی میز، و حالا صحبت میکنیم دوباره امروزم، ولی توی گام اولم گفتیم بازیکن ممکنه یه کارهای عجیب غریبی بکنه تو اون لحظه که خیلی دل نده به اون اتفاقی که شما میخوای ببینه و شاید یه اتفاق احساسی باشه. بیشتر در موردش صحبت میکنیم. آره اینم یه چالشه. کجا باید این انتخابات داده بشه؟ یه سواله. آره پلیر میتونه از دست بده داستانو. بله هم که گفتیم. خب مرسی از چیزایی که گفتیم. ابزار بعدی ورلد نراتیو یا روایت جهان. روایت جهان یعنی اینکه قصه گویی لزوماً با دیدن یه کاتسین یا دیالوگ بین آدما یا هر چیزی در لحظه اتفاق نمیافته. قصه گویی وجود داره. بچه‌ها فکر کنم میوت نیستید بعضیاتون، اگر میوت کنید ممنون میشم. منم اینجا الان کنترل ندارم. ورلد نراتیو قصه یه مکانه، گذشتش، مردمش، از اشیاء و در و دیوار و جان اون محیط میاد. قصه جهان اینو بهش environmental storytelling هم میگن دیگه، قصه گویی محیطی. یه مثال ببینیم اینجا از یکی از تریلرهای بازی فورانر. این اول بازی، این تریلر نیست ببخشید، این اول بازیه، سینماتیک اول بازیه، یکی از موداشه برای اینکه شما رو ببره توی حال و هوا و بفهمین قضیه چیه. از این روش استفاده کرده. تو این روش شما میبینین که خبری از راوی نیست، متنی نیست، کاراکترایی نمیان بگن چی شد چی نشد و اینا. خیلی از بازی‌ها اینجوری هم دیگه، مثلا سالها گذشت در سال فلان و فلان اون حمله کرد به این اینجوری شد و اینا. خبری از این چیزا نیست. میخواد با محیط به شما قصه گویی کنه و حالا ببینیم که این کارو چطور انجام میده.
خب همین بود دیگه. در واقع شما نه حرفی دیدید، نه توضیحی دیدید، نه متنی دیدین، فقط با محیط و اتفاقا. یه جنگی بوده، شما سمت شکست خورده یه جنگی، حالا میخوای پاشی و یا علی بری تو. یه نمونه از environmental storytelling. یکی از بازیایی که همیشه مثال خوبی بوده برای از قدیم این بحث قصه گویی دنیا بایوشاک بوده. تو بایوشاک انواع اقسام المانات تو محیط هست، متن یه جا نوشته شده، یه چیزی پیدا میکنی، یه شیئی میبینی، یه آدمی افتاده یه جا و اینا همش در مجموع میتونه قصه رو برای شما تعریف کنه بدون نیاز به دیالوگ یا متن. خب یه بازی ایندی خیلی عالیه دیگه هم که خیلی از این استفاده میکنه هالو نایت فضاهاش اصلا قصه میگن. خیلی وقتا کاراکترایی هم داره که کاراکترها هم حرف با شما نمیزنن ولی کاراکترها هم قصه داره، در مجموع داری متوجه میشی که قضیه چیه، میبرات توی حس و حال خاصی. خیلی کمک میکنه به شما یه گیم دیزاینر این نوع قصه گویی، به خاطر اینکه بازیکنان نمیتونن برن و دخالت کنن توی قصه رو خراب کنن. چرا؟ چون اتفاقا قبل از بازیشون افتاده، تو جهان هست، جلو چشمشون نیست که ببینن نبینن، مثلا یکی رو بکشن که اون کاراکتر نتونه اون حرف رو بزنه. همه چی تو جهان. مثل این یک قصه گویی لازم نیست خطی گفته بشه، قصه گویی جهان. این هم یه چالشه توی بعضی از بازی‌ها، به خصوص بازی‌های اوپن ورلد. چجوری کنترل روایت رو دستمون داشته باشیم، چجوری اول اینو ببینه بعد اونو ببینه بعد اونو ببینه، بازیکنی که آزاد هر جایی میخواد بره. ولی تو قصه گویی جهان اشکالی نداره اینو ببینی یه ذره بعد اونو ببینی، چون داره تو ذهن خودش میسازه این نراتیو یا قصه رو در واقع با این نوع نراتیو. و برای ریپلیبیلیتی هم خوبه، به خاطر اینکه شاید شما نمیتونی یک کاتسین رو 2 بار ببینی 3 بار ببینی، نمیتونی دیگه میفهمی چیه، دیگه خسته میشی. ولی قصه گویی جهان چون یه مقداری غیر مستقیمه و شاید چند دفعه اول خیلی چیزی نفهمی، دفعه بعد یه ذره دفعه بعد توجه کنی که آره اینجا یه دونه جعبه قرمز اینجا هست، آها جعبه قرمزی همچین معنی دارن، یواش یواش اینو متوجه میشی. بنابراین به تکرارم خیلی میخوره. ریپلی ولیو هم خوبه که بازی‌ها ریپلی ولیو داشته باشن. یکی از چیزایی که خیلی سخته تو ریپلی ولیو بازی‌ها نراتیو معمولا، واسه اینکه قصه ها میان و میرن و تموم میشن. مثلا همین بازی‌های از جنس سند باکس، بازی از جنس روگلایک، بازی‌هایی که قرار طول عمر زیاد داشته باشن معمولا خیلی چالشه نراتیو داشتن توشون، روایت داشتن. و بازیایی که توی ارلی اکسس میان چون مردم قراره که ببینن بعد دوباره بازی کنن بعد دوباره بازی کنن، اینا هم اگه خیلی روایت محور باشن معمولا کارشون سخته، به خاطر اینکه خب قصه رو میبینن، کاتسین رو میبینن، دیالوگو میبینن، دیگه اسپویل شده دیگه دفعه بعد نمیتونن هی ببینن. ولی خب هر چقدر قصه گوییتون بتونه قصه گویی جهانی باشه برای این قضیه خوب. طبیعتا بهترین روش نیست، هر کدوم از این روش‌ها قدرت خودشو داره، کارایی خودشو داره، هیچ کدومشون جایگزین اون یکی نیستن. حتی استاتیکه، حتی اون هارد اسکریپتینگ، اونم کارایی خودشو داره. ولی باید بدونیم که نیازمون چیه و کدوم یکی از این ابزارا به عنوان دیزاینر، حالا اینجا دیزاینر با تم نراتیو دیزاینر میخواد استفاده کنه و به دردمون میخوره. قصه گویی محیطی لزوما میتونه نمونه توی محیط و اشیا، میتونه حتی تو کاراکترها هم یه مقداری بیاد. کاراکترهایی که لزوما به شما یه کاتسین پیوسته رو نمیدن، کاراکترهایی که ممکنه یه تعاملی با شما بکنن ولی تعامل ربطی لزوما به اتفاقای دیگه نداره، اسکریپتد نیست. یا بین کاراکترها روابطی اتفاق بیفته، اسکریپتد لزوما
نباشه. بازی مثل This War of Mine حتی اتفاقی که بین کاراکتراش میتونه بیفته چیزی نیست که طراحی شده باشه، اسکریپت شده باشه، نویسنده گفته باشه که من میخوام این اتفاق بیفته. یه رفتاری. بنابراین همین نگاه یه پتانسیل یه لایه بالا اومدن حتی توی کاراکترها هم داره. حالا در مورد این باز بیشتر صحبت میکنیم جلوتر. خب اصلا پرسیدی که چیکار میشه کرد که از تکرار کاتسین کم کنیم، که خب خیلی کاری نمیشه کرد. اسکیپ میذارن معمولا بازی‌ها دیگه که کاتسین رو اسکیپ کنی، خیلی جالب نیست. انسجام جهانی، انسجام جهان بازی، World Coherence، چسبندگی بالا. این قضیهش چیه؟ قضیهش اینه که هر چقدر اتصال عناصر جهان بازی به همدیگه بیشتر باشه، در نهایت شما امکان بهتری داری برای روایت و قصه‌گویی خوب. جهان شما هر چقدر عمیق‌تر باشه، شما خیلی کارت توی قصه‌گویی راحت‌تره. این یعنی چی؟ هر فکت اون جهان یه جوری متصل میشه به یه فکت دیگه، همه چی به هم وصل میشه، شبیه یه شبکه میشه. درسته؟ و این شبکه یه مقداری فراتر از آنچه که بازی بهتون نشون میده هم حتی میره. یعنی شما کاراکترهایی رو میبینی در مورد یه چیزایی حرف میزنن، ولی بعد حس میکنی که این دنیاه یه مقداری منسجمه و بیشتر از اون چیزی که حتی اینا در موردش حرف میزنن میبینی. مثالاش رو شما دیدید، مثلا سری ارباب حلقه ها، اصلا قدرتش توی ورلد بیلدینگ دیگه، قدرتش توی جهان ساختنه، قدرتش از اینجا میاد که حتی زبان ساخته میشه برای کاراکترها و نژادهای این جهان و این مجموعه داستان. و واسه همین وقتی که درگیرش میشین شما خیلی حس معنا میکنین، به خاطر اینکه اجزاش با هم متصلن. در صورتی که میتونه برعکسش هم باشه دیگه، میتونه اینجوری نباشه. بازی مثل اسکایریم یکی از نقاط قوتش دقیقاً همینه. جهان بازی اسکایریم خیلی منسجمه، خیلی کوهرنته. اینجوری نیست که یه ایده اومده باشه اینجا بذارن، یه ایده دیگه اینجا، یه کاراکتر دیگه اینجا، بگه حالا کاری نداره، حالا این کاراکترها رو میذاریم دیگه، مثلا این شکلیه، حالا یه دلیلی براش مثلا بعداً میترشیم. به همه اینا فکر کردن. لور و تاریخ. لور رو توی ویدیو گیم زیاد میشنوین، مهمه دیگه، میگن به لور فکر کنین. لور شاید مستقیم نیاد توی بازی مستقیم، ولی وجودش حس میشه، بو میکشن گیمرها. مثل همون قضیه بو کشیدن آقای سیلوستر در مورد الیگنس، بو کشیده بشه که آقا این جهانه انگار یه چیزی، یه خبرایی هست پشتش. خیلی خیلی ساده نیست اتفاقای فرهنگی داره، اتفاقای سیاسی داره این بازی، قوانینش منسجمن، یعنی این کوهرنس، این چسبندگی، این انسجام تو قوانین هم. قوانین جادو چیه؟ هر کاراکتری هر کاری بخواد هر لحظه میتونه بکنه، یا نه یه قواعدی برای جادو وجود داره. این خیلی مهمه دیگه. حتی تو داستانهای فانتزی جدی هم نویسنده های خوب این کارو میکنن، جهانشون منسجمه، با اینکه جهانشون جهان جادوه، ولی انسجامه باید توش وجود داشته باشه. یعنی باید که خب اگه وجود داشته باشه خیلی عمیق‌تر میشه و در مورد این داریم الان صحبت میکنیم. محلا، داستانا، کاراکترها، رازهایی که وجود داره همشون بهش فکر شده. یعنی در واقع تیم سازنده اینجا باید بیاد بشینه اون جهان رو بگه آقا ما کاری نداریم چی میخوایم نشون بدیم، الان پلیر چی میفهمه، بیا این جهان رو کامل برای خودمون بسازیم، بعد حالا یه گوشه‌ایشو به پلیر نشون میدیم. اینجوری ریشه دار درست میکنن. در مقابل این بازی مثل انتم که اومد و شکست خیلی مفتضحی هم خورد، یه نمونه بسیار بد از همین انسجام جهانی که در موردش صحبت کردیم.
از نظر گرافیکی انتم جالبه، ولی عناصرش هیچ جوری به همدیگه وصل نمیشن. لورش یه لور خیلی ضعیفه. قوانینی که وجود داره حتی از نظر مکانیکایی که کاراکترها دارن، همین سوتایی که کاراکترها دارن، خودش با خودش تناقض داره. سعی میکنه که یه تاریخی داشته باشه این بازی، ولی خب مشخصه که خیلی تاریخی براش نساختن که به همون قضیه لورش در میاد. عناصر فرهنگیش عناصر ضعیفیه و اگه بخوایم یه جنبندی بکنیم مقایسه این دوتا بازی، مثلا سکایریم از نظر قوانین جهان، یکی این دیگه قوانین جهان، این یکی خیلی مشخصه و منسجمه، رابطه بین فکشن‌های مختلف بازی، جادو تو بازی مثلا. این یکی نامشخص و غیر منسجم یا غیر متصله. شیپرتک یه تکنولوژیای ساخته، یعنی هر جای انگار هر کسی هر چیزی به ذهنش رسیده، اولین چیزی که به ذهنش رسیده رو تو بازی گذاشته. ویدیو گیم دیگه میذاری، اینه دلیل نمیخواد، اونم میذاری، تبدیل میشه به انتم. از نظر تعاملات فرهنگی این خب غنیه، خیلی پیچیده است، اینا همه به هم وصلن. این یکی خیلی سبکه، سری NPC ها و ایناش خیلی مینیمال به هم دیگه متصل شدن. از نظر عمق خب این پر تاریخ، پر رازآلودیه. این یکی همه چی سطحیه و خیلی پخش شده. از نظر ایمرشن این خب طبیعتاً وقتی اون اتفاقا میفته شبیه یه جهان واقعی میشه. همه دوست دارن کاراکترهای واقعی داشته باشن، همه دوست دارن جهان واقعی داشته باشن دیگه. یکی از چیزایی که کمک میکنه توی نراتیو این انسجام جهانه. این یکی مثل یه سری میشنیه که حالا همینجوری به هم دیگه دوخته شدن. و ایمرجنت ستوری. خب حالا اینا رو گفتیم، پس شما میتونین اسکریپت هارد داشته باشین، سافت داشته باشین، شما میتونین ورلدتون قصه بگه. ورلدتون اگه میخواد قصه بگه خوبه که این انسجامه در هر صورت کلا وجود داشته باشه، حالا چه ورلد باشه چه هر کدوم اینا. و بحث دیگه بحث ایمرجنت ستوریه. توی ایمرجنت ستوری داستان‌هایی که خودشون ظاهر میشن، قضیهشون اینجوریه که طبیعتاً وقتی شما دارین بازی میکنین از تعامل شما به دلیل وجود مکانیک ها که مکانیک ها رو مفصل صحبت کردیم، به دلیل وجود اینا قصه به وجود میاد. حالا این هم چیزیه که دیزاینر میتونه کنترل کنه، هم نمیتونه کنترل کنه. اینجوری نیست که بگیم کلاً یا کنترل داره یا نداره. مثلا فرض کنید توی داستان یکی از بازیایی که همین توی بازی زلدا خیلی نزدیکه، شاید حتی داشته باشه، شما میتونی خیلی کار توی اساسینز کرید شما میتونی داستان رو بری پیش بری، یه جاهایی کنترل رو به اساسینز کرید هم خیلی کنترل نمیده، ولی فرض کنید بالدورز گیت کنترل رو به بازیکن بدی که با حق انتخابای خودش قصه رو بچینه، ولی دیگه مسواک نمیتونه اونجا بره بزنه مثلا. یعنی یه چارچوب میذاری، تو اون چارچوب آزاده، ولی دیگه هر کاری هم نمیتونن بکنن دیگه، ویدیو گیمه دیگه به هر حال. واسه همین یه چیزایی دست شمای دیزاینر هست، یه چیزای زیادی هم نیست. منتها چیزایی که دست شما نیست اینجا خب خیلی میتونه چالش برانگیز باشه. در واقع این همون بحث generated experience دیگه، experience هایی که به وجود میاد که توی گام قبلی در موردش صحبت کردیم که بازی یک موتور خلق تجربه است. درسته؟ ویژگیش اینه که میتونه تجربه خلق کنه، تجربه های منحصر به فرد و جدید. اگر یه مقداری نگاهمون بیاد روی داستان ها و اون لایه فیکشن، ایمرجنت استوری در واقع همون
جنریتد اکسپریانس ویدیو گیم، همون کاری که ویدیو گیم میتونه بکنه، اون تو اینجا یه ذره با نگاه داستان، یعنی همون کار ماریو شما این کار رو با رد کردن لول انجام میدی، چجوری میپری، کجا چیو میگیری، رو سر کدوم انمی میپری. این میشه نحوه، این میشه داستان شما که منتها داستانیه که یه مقداری به مکانیکا ربط داره دیگه، داستانیه که خیلی تو عمق لایه فیکشنی که انتظار داریم که شخصیت ها باشن و فکر باشن و نمیاد. اگر بیاد بحث ایمرجنت ستوریه، یعنی داستانیه که شما حالا حق انتخاب داری که اینو بسازی. چیزها رو فقط ایمرجنت ستوریا میتونن انجام بدن. مهمترینش اینه که میتونن از مرز فیکشن، داستان و واقعیت عبور کنن. فکر میکنین این یعنی چی؟ این جمله به نظر شما یعنی چی؟ There are things that are emergent stories because only emergent stories can break the barrier between fiction and reality. یعنی چی؟ مرز بین فیکشن و واقعیت شکسته بشه. خب بریم یه ذره ببینیم شماها چی میگین. امیر جان شما بگو. سلام آقای پسی. من 2 سوال، حالا اینو اول جواب بدم. فکر کنم مثلا یکی از دلیلش این که یونیک بودنه، مثلا این لحظه که مثلا این پلیر با این مکانیک، مثلا یه مکانیک فیزیک رو در نظر بگیریم یه کار عجیبی میکنه، این مثلا میگه خب اوکی من این رو به دست آوردم و خب اون حس یونیک بودنه، فکر کنم این میتونه مثلا بین فیکشن و واقعیت رو خیلی براش کم کنه. ولی این مرز بین فیکشن و واقعیت دقیقاً چیه؟ حالا اینو از بعدی میپرسم. تو بگو چیز دیگه میخواستی بگی. این ایمرجنت استوری جوری گیمر استوری هم میشه مثلا گفت، یا همچین لفظی درسته؟ بله کاملا درسته دیگه. مثلا حالا گیمر استوری یا یوزر استوری یا یوزر جنریتد استوری، خود اینم یه طیفه. خب یه طیفه. پروسیجرال استوری کلا یه طیف کاره. خیلی 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 میتونه همه چی پروسیجرال باشه، میتونه یه خورده پروسیجرال باشه. یه خوردهش یعنی اینکه توی یه بازی به شما حق انتخاب میده، بالا یا پایین. شما میری بالا، تمام، یه انتخاب میری، مینیمم انتخاب داشتی. قصه یه جوری پیش میره اگه بری بالا، اگه بری پایین قصه یه جوری دیگه پیش میره. کاراکتر رو میکشی یا نمیکشی، کشتی یه جوری قصه پیش میره، نکشتی یعنی یه انتخاب. تا اینکه اصلا نویسنده هیچی ننویسه و همه چی با کارهای شما اتفاق. مثلا سیمز یه مقداری اینجوریه، اتفاقا میتونه رقم بخوره. دورف فورترس نمونه خیلی موفق تجاری این کاره. توی آکادمیا، توی تحقیقات دانشگاهی این بحث پروسیجرال استوری خیلی جدیه، خیلی کار هم داره میشه. اونا خب خیلی دیگه تو لایه هایی که دیگه شما هیچی ننویسی. الان با AI هم خب این بس یه مقداری از یه زاویه دیگه دوباره مطرح شده و از خیلی نظرها آسان شده که مثلا شما بازی تو وصل کنی به چت جی پی تی، اصلا کاراکترها هیچ دیالوگی براشون ننویسی، همه چی رو چت جی پی تی بگه در لحظه. اینا دیگه خیلی دیگه ایمرجنتن، یعنی هر اتفاق ممکنه بیفته. تا اینکه گفتم مثال دیگه مینیممش اینه که شما 2 تا انتخاب داری و این بین بازی‌ها هر کدوم یه جایی وای میسن. دیسکو الیزیوم یه جا وای میسه، بالدورز گیت یه جا وای میسه، ایکس کام یه جا وای میسه، بنر ساگا یه جا وای میسه. همینجوری یه طیفی وجود داره. ردت یه جایی وای میسه. من تو سنم مثلا فورتنایت و اینا بود که مثلا پلیر رو مثلا با دوستاشون میرن و اتفاقات جالبی مثلا میفته. اونم میشه. آره اونجا هم بیشتر از جنس خیلی فیکشنی که اینجا داریم صحبت میکنیم نیست دیگه اون بازی. اونم ولی خب ایمرجنت اتفاقی که میفته، به خصوص بازی مولتی پلیئر خیلی این فرصت رو دارن دیگه. ولی خیلی از جنس داستانهای دراماتیک نیست. در نهایت کاری که میکنن بین خودشون یه مقدار دراما هم داره دیگه، از این نظر که وای تو اومدی به موقع منو کمک کردی، با هم دیگه رفتیم اونجا، فلان، انقدر زمان مونده بود.
ولی فراتر از اون درامایی وجود نداره، مثل قصه هایی که مثلا فرض کن توی میشنهای ردت شما میتونی تجربه کنی. ولی خب واسه همین میخوایم بگیم که این بس همون ایمرجنسه، فقط این ایمرجنس اینجا توی یه لایه فیکشن داره اتفاق میفته. بعضی از بازی‌ها میتونن این کارو بکنن. خب خسرو جان ممنون آقای حسین. چاکره. سلام علیکم. سلام. تو این حالا دو سه تا سوالم نوشتم که بعدش میپرسم. اینکه بریه رو بین به اصطلاح فیکشن و واقعیتش میشکونه، من از یه جهت مثلا در واقع به ایجنسی میخوام ربطش بدم و برسم به یک چیزی که مثلا دستاوردش یه چیزیه مثل ایمرژنه، که ما مثلا تو بازی در واقع توانایی خاصی داره، بازیکن توانایی خاصی داره که میتونه در واقع ایجنسی های متناوبی رو برای خودش اختیار بکنه که مثلا وارد درگیر میشه. دیزاینر هم با اون داستان هایی که در واقع توانایی و به اصطلاح اون دنیا و محیطش و هدفی که میذاره، میاد اون بستر ایجنسی رو، بستری که ما توش ایجنسی انتخاب بکنیم رو در واقع طراحی میکنه. این که اتفاقا قانون وجود داشته باشه که صحبتش هم جورایی کردیم، در واقع اون ربط داره به توانایی خاص پلیر و آدمیزاد که میتونه در اون به هر لحظه میتونه به قوانین مختلفی که تو جلوش بذاری پایبند باشه. اگه این سیستم که در واقع اینا همه باعث میشه میرسیم به اون ایمرجنت استوریه که تو تازه توش مثلا بتونی در واقع برخواسته از مکانیک های بازی، یعنی در اون گستره داینامیک بازی تو بتونی استوری و قصه خودتو بیاری بالا و ایجنسی تو بیشتر و بیشتر در حوزه روایت به دست بگیری. این بریر شکستن زمانیه که این ایمرجنت گیم پلی برخواسته از، یعنی روایتی که از مکانیک بلند میشه در حوزه داینامیک اتفاق میفته برای بازیکن، اون دستاوردش میشه یه ایمرژن خیلی قویی که در واقع خصلت تصنعی بازیاست. که چی؟ که ما میتونیم در واقع چرا اصلا بازی جذاب تره؟ برای اینکه در حوزه بازی اگه چالشی روبروی بازی کنه، توانایی که دیزاینر در اختیار ما گذاشته در حوزه چیزیه که ما نیاز داریم برای اینکه اون چالش رو به اصطلاح باهاش روبرو بشیم. این خصلت تصنعی بازی هاست که در مقابل اینکه در دنیا ما چالش هایی داریم که جبری هستند و توانایی هایی که افراد دارن در دنیای واقعی برخواسته از در واقع متناسب با چالشی که در دنیای واقعی مواجه هستن نیستش. این نبود تناسب و نبود قوانینی که عدالت داره و منطقی هستش باعث میشه که چی؟ بازی جنبه تصنعی بازی جذابیت پیدا بکنه در مقابل با زندگی واقعی. مثلا این صحبتیه که نیوگن مثلا میکنه در رابطه با این قضیه که من حالا خلاصش، یعنی در یک کلمه سادهش میشه اون ایمرژنی که ما قوطه‌وری که درون دنیای بازی میتونیم اون حسا، اون چیز خودمون رو در بیاریم. مرسی. آره چیزی که میگی چیز خوبیه طبیعتاً، ولی پاسخ این سوال نیست لزوما. صحبت شما درسته، مواردی هم که میگی در مورد تصنعی و اینا طبیعتاً ویژگی‌های ویدیو گیمه، ولی اینجا به صورت خاص وقتی که سوالمون اینه که بازی داستان‌های ایمرجنت چطوری میتونن مرز بین فیکشن و واقعیت رو عبور بدن برای بازیکن، بس یه مقدار ساده تره. اینجا اینه که داستان، وقتی که شما داستان مشخص درست کردی، بازیکن انگار داره قصه اون آواتارش رو دنبال میکنه. شما گاداوار بازی میکنی، داری قصه کریتوس رو دنبال میکنی و شاهد اون هستی. خودت احساس میکنی که حالا داری بازی میکنی و جای کریتوس بازی میکنی، قصه کریتوس رو میبینی. ولی وقتی که قصه ها میتونن ایمرج کنن، بازی ها به شما اجازه میدن که یک مقداری دست داشته باشی تو این که چه اتفاقی میفته، حالا دیگه حس میکنی که این قصه توه، یعنی از فیکشن در میاد روی تو. این منظور از این
عبور از این مرز بین من و آواتار من اینه. من دیگه نمیگم قصه کریتوسه، من میگم توی دیسکو الیزیوم من این کارو کردم، من این جوابو بهش دادم، من اینجوری به خواسته های سویه های مختلف ذهنم پاسخ دادم و اینجوری شد. تعریف میکنم برای دوستم دیگه، میگم اینجوری شد. قصه گاداوا رو برای هم دیگه تعریف نمی کنیم، چون اگه تعریف کنیم اسپویل کردیم احتمالا اون یا میبینه یا مثلا شاید فقط تایید کنیم بگیم که آره قشنگ بود. ولی قصه خاص ایمرجنت رو من به دوستم تعریف میکنم چون میدونم برای اون اتفاق نیفتاده، برای من اتفاق افتاده. میدونی حالا یه قصه اومده روی من به جای آواتار من. این موضوع در واقع اینجا بود موضوعش. خب رامین جان شما هم بگو بعد ادامه بدیم. خیلی خلاصش کنم، علمور راجع به این حالا کلا رو رسانه حرف میزنه، من فکر میکنم تو گیم هم این معنا داره که میگه تو قسمت آنبوردینگ داستانت با یه چیز ماندین شروع بکن که مخاطبت همزاد پنداری کنه، یه چیز خیلی ساده ای که فقط احساس کنه میتونه اینجا باشه، بعد یه استیک گره های داستانتو ببر بالا، داستان دمرجنتر و انگیجینگتر و یعنی در واقع مخاطب انقدر جدیش بگیره که اون مرز واقعیت و داستان شکسته بشه. بسیار عالی، مرسی. حالا اون آره اونجا یه چیز خاصی منظور هست دیگه، احتمالاً با درگیر شدن و اینا شاید منظور شبیه فلو باشه، بیشتر منظورش که درگیر داستان بشه. ولی چون کتاب در هر صورت این ویژگی رو نداره دیگه، کتاب، سینما اینا این ویژگی رو ندارن که از این مرزه بشکنن و قصه بشه قصه من. فقط ویدیو گیم به نظر یا گیم این امکانو داره به خاطر تعاملی بودن که قصه بشه قصه من. حالا یه مثال ساده هم هست اتفاقا تو کتاب، فقط در مورد ویدیو گیم هم نیست. تو کتاب یه مثالی داره از بازی شطرنج که یه نفری با برادرش بازی میکنه، همیشه شکست میخوره، بالاخره یه بار که میتونه برادر بزرگش رو شکست بده یه شور و شعفی داره و این اصلا یه قصه‌ای براش میشه. این قصه میشه قصه‌ای که میتونه بره برای عموش تعریف کنه و برای به همه بگه و یهو یه چیزی برای خودش اتفاق میفته. این خب جادوی در واقع اینتراکتیویتی یا بودن ایجنسی توی ویدیو گیم دیگه که این اتفاق میتونه بیفته. حالا این داره کشف میشه دیگه، بیشتر و بیشتر دارن ویدیو گیم ها کشف میکنن این امکانای کلا میدیوم ویدیو گیم ها. خب یه واژه دیگه که خیلی جالبه، باز آپوفینیا توی کتابم در موردش صحبت میشه، اینه که انسان معمولا تلاش میکنه یه الگوهایی برداره از چیزایی که لزوما وجود نداره، ولی ما ذهنمون خیلی الگو بینه، الگو سازه، پترن ریکگنیشن انجین مغز ما. و مثلا فرض کن تو ستاره ها آدما میشینن و یه چیزایی خرس میبینن، چیزایی تیر کمون میبینن، درسته؟ میتونیم ببینیم. انگار همش میخوایم بی‌نظمی رو به نظم تبدیل کنیم و واسه خودمون یه سری الگو در یه سری توجیه بکنیم. حالا این چه ربطی به ویدیو گیم داره؟ شما میتونی یه کاری نکنی توی بازیت و مردم یه برداشتی بکنن. این دیگه خب خیلی خوبه دیگه. اگه مثبت باشه خوبه. شما کار رو نکردی ولی همه حس رو کردن. بعضی وقتا با نگفتن، با وصل نکردن همه چی فرصت این کار رو زیاد میکنه. چون همه چی رو اگه دقیق نشون بدی خب دیگه جایی نمیمونه برای اپوفینیا، پترن پیدا کردن مردم. ولی وقتی شما یه مقداری پنهانتر باشه قصت، عناصر، یه چیزی کاراکتر اینجا پیدا کنی، یه چیزی اونجا، سولز لایک ها از این خیلی استفاده میکنن، یه چیز اینجا ببینی، یه چیز اونجا ببینی، آها این اون شاید واقعا نظر نویسنده اون نبوده شاید، ولی بالاخره این فرصت هست که در بیاد. بازی‌های پیکسل آرت خیلی فرصت اینو دارن. هر چقدر شما ابسترکت‌تر و ساده‌تر باشی بیشتر فرصت این اتفاقو داری که بقیه چیزا رو تو ذهنشون بسازن مخاطبا. وقتی بیشتر نشون میدی یه ذره شبیه این قضیه آنکنی ولی میشه دیگه، یه ذره دیتیل بیشتر نشون میدی یه ذره بدتر ممکنه بشه، تو لایه ساده‌تر یه مقداری بهتر. اینو
کتاب خیلی جالبی هست در مورد کمیک به اسم How to Draw Comics فکر کنم، حالا اسمشو باید ببینم، مال سکات، اسمشو اگه شاید اشتباه کنم حالا ببینید، سکات ادمز یا همچین چیزی. بعد تو اون اشاره میکنه کلا یه کمیک در مورد اینکه چجوری کمیک درست میشه، خیلی بامزه است. یکی از چیزایی که میگه اینه که فرق کمیکای غربی آمریکایی با کمیکای ژاپنی مانگاها اینه که کمیکای آمریکایی خیلی همه چی روه، شما همه چیزو میبینی، اکشن و اتفاقا و اینا رو میبینی. توی کمیکای ژاپنی خیلی وقتا اتفاق بین قابا میفته، یعنی شما اول یه چیزی رو میبینی ممکنه آخرش رو تو قاب ببینی، اون وسط رو نکشیدن، یه ذره ویکتر و یه ذره پسیفتر این کارو میکنن. خب اجازه میدن که ذهن آدما بسازه و احتمالاً یه حس بهتری آدما میکنن، چون بیشتر میتونن از خلاقیتشون استفاده کنن و یه چیز مناسبتر، یه الگویی رو بسازن تا همه چی رو دقیق بهش نشون بدیم. مثلا این انیمیشن کوتاه معروف خیلی قدیمی پیکسار با ظرافت انیمیشن کاملا به شما میقبولونه که چراغ مطلع‌ها حس دارن، استحال دارن، عواطف دارن، ناراحت میشن، خوشحال میشن. ما تو ذهنمون این کارو میکنیم دیگه، بقیه اون چراغ مطلعه است، یه سری حرکت. یکی دیگه از تکنیکایی که تو ویدیو گیم استفاده میشه لیبل دادن به یه چیزاییه. از تکنیکاییه که توی ایمرجنت ستوری تلینگ استفاده میشه. مثلا فرض کنید، حالا این لیبل ها میتونه خیلی چیزا باشه، مثلا توی بازیای سری تو بازیای استراتژی بزرگ بعضی وقتا رو کاراکترهای شما بعد از اتفاقا یه لیبلایی میخوره، یا مثلا توی دیس وار آف ماین کاراکترتون گرسنه میشه، افسرده میشه، یه لیبلایی روشون میاد. این لیبل ها همه پروسیجراله، یعنی طبیعتا توی یه جای خاصی یه نویسنده نگفته که این باید این لیبل ها رو بخوره، این یه سیستمی زیرش هست، اون سیستمه میتونه یه لیبلایی بذاره یه جاهایی و اینا بقیه قصه رو شما درست میکنید. همون که نوشته افسرده، دلتنگ رو کاراکتر، همون یه دونه رو که میبینی بقیهش دیگه با اپوفینیا تو ذهن شما ساخته میشه. لازم نیست اون بیاد توضیح بده و حرف بزنه و یه عالمه به شما کاتسین نشون بده در این مورد. یه مثال دیگهش تو بازی اکسکام از لیبل نیکنیمه. یه سری نیکنیم کاراکتراتون میتونن بگیرن، مثلا این کاراکتر اسمش این بوده، این فیوریوس جی از یه جایی بازی نیکنیم میده به کاراکترها. همین که این نیکنیم رو از یه جایی میده اصلا یه اتصال خیلی جدی‌تری بین شما و اون کاراکتر به وجود میاد. حالا دیگه کاراکتر نیکنیم گرفته، خودش گرفته دیگه، و اگه اون کاراکتر تو از دست بدی خیلی احساس بدی میکنی. یعنی هیچی نیست دیگه، یه لیبلینگ خیلی ساده است، ولی خب یکی از ابزارهای روایته که دست شما میتونه باشه و با این ابزار خیلی ساده میتونید یه مقداری معنا بدین بیشتر، به خصوص برای جاهایی که ایمرجنت ستوری میخواین استفاده کنین دیگه. چون اگه همه چی فیکس باشه و کاتسین باشه که دیگه خب لیبل حالا خیلی معنی نداره دیگه، همه چی مشخص. لیبل میتونه بیاد و بره. حالا میتونین به مثالاش توی بازی‌های دیگه هم فکر کنین که این لیبلینگ چجوری کمک کرده. و ابسترکشن یا انتزاعی کردن، انتزاع کلا، یعنی که شما یه مقداری بیای جزئیات رو کمتر کنی. اگه همه چی رو بهشون نشون بدین، این هم طبعا در موردش صحبت کردیم دیگه جایی برای اپوفینیا نمیذاری وقتی همه چی رو داری نشون میدی. هر چقدر انتزاعی تر کار میکنین، جا برای این که تو ذهن بازیکن یه چیزی ساخته بشه بیشتره. تو طراحی دیالوگ هم این خب طبیعتا خیلی کاربرد داره دیگه. طراحی دیالوگ اگه خیلی دقیق باشه، خیلی همه چی رو شما بنویسی، خیلی وقت دیدین بازی آر پی جی لزوما حرف شما رو نمی‌نویسه، مفهومش رو می‌نویسه. دقیقاً نمیخواد اون جمله یه جور خاصی باشه، بیشتر میخواد شما رول پلی کنی.
مثلا یه مضمونی رو شما شاید بخوای یه جور خاصی بگی اگه خودت بودی، ولی وقتی که نویسنده یه جمله خاص می‌نویسه برای اون کاراکتر، شاید اون به دل شما نشینه. ولی به جای اینکه یه جمله خاص بنویسه، مثلا 15 تا کلمه بنویسه نویسنده، یه دونه واژه فقط اینجا میذاره. ماس افکت خیلی از RPG این کارو میکنن، ماس افکت میکنن، یه دونه واژه میذاره که مثلا ignore یا respond politely یا respond impolite. همین توصیف یه ذره انتزاعی کرده، ابسترکت کرده، به جای 15 تا کلمه یک کلمه گذاشته. این خب یکی از خوبیاش، حالا یکی اینه که خب نیاز نیست خیلی بخونین و اینا، ولی یکی دیگه از خوبیاش اینه که شما تو ذهنت میسازی وقتی که اون انتزاعی فقط میبینی اون جوابو. یکی از جاهایی که خب خیلی این قضیه اپافینی اتفاق میفته تو بازی‌های دی دیگه. تو بازی‌های دی اصلا شما میری تو یه جهان دیگه، اون جهان رو نه میبینی، نه بو میکنی، نه میشنوی، نه موسیقی داره مثل ویدیو گیم، بلکه همش داره تو ذهنت ساخته میشه. چجوری با انتزاع، با لیبل گذاشتن، با یه سری توصیفای محدود بقیه رو همش شما میسازی. و این هم تیم کریتیکال روله که اگر ندیدین روی یوتیوب میتونین ببینین. دی ان دی هاشونو سشنای 4-5 ساعته روی یوتیوب دارن و خیلی بامزه است و هم وایس اکتورن. این تیم وایس اکتورای لاستاواس و خیلی بازیهای دیگه این دو نفرن. اینا هم همشون برای بچه‌های وایس اکتینگه. یه تکنیک دیگه، اینا همه تکنیک‌های نراتیو تول دیگه. یه تکنیک دیگه رکورد کیپینگ، یعنی اینکه شما یه مقداری تاریخچه رو نگه دارین، به خصوص برای بازی‌های ایمرجنت. کمک کنی به پلیر که یه مقداری داستان باز بیشتر تو ذهنش جا بیفته. مثلا توی بازی This War of Mine خب یه فاز صبح داره، یه فاز شب داره، کلا کانسپت روزو داره. هر روزی که میگذره یه لاگ به شما نشون میده از اتفاقایی که افتاد. این اتفاقا هم کاری که شما کردی یا ولی بهت گزارش نشون میده. مثلا اینجا پاوله had been searching for supplies، فلان رفته، میری بیرون ساپلای پیدا کنی و اینا رو پیدا کرد. میبینی یه گزارش داره میده. someone tried to rob us، خب یکی خواسته بیاد راب کنه و چی شد مثلا چیزایی که از دست دادی. یه لاگه، یه گزارشه، یه رکورده. چون خیلی اتفاقا میفته تو بازی‌های ایمرجنت. بعضیش شاید بازیکن بفهمه، بعضی هم شاید نفهمه، بعضی شاید اتفاق بیفته یادش بره، اطلاعات شاید غیر منسجم بشه و همش ما میخوایم برای اینکه جذاب‌تر بشه روایت، خب کنترل هم روش لازمه دیگه. یه جا پیس رو ببری بالا، یه جا بیاری پایین، یه جا ساسپنس بذاری، یه جا جواب یه چیزی رو بدی، صورت مسئله رو باز کنی، یه جا عواطفش رو باید بتونی مثل یه رهبر ارکستر کنترل کنی دیگه، بالا پایین کنی. خب توی ایمرجنت خیلی وقتا اینا دستتون نیست. این ابزارا کمک میکنه که هی جمع کنی، هی ذهنشو بیاری، هی ببینی، بهش بگی اینا مهم بوده، این اتفاق افتاده، اینجوری شده، اینا. غرق نشه پلیر توی سند باکس بازی که انقدر هر چیزی ممکنه اتفاق بیفته که نسبت به همه چی سر میشه دیگه، به نظرش هیچ چیزی جذاب نیست. شما این کنترل رو میخوای داشته باشی. و یه تکنیک دیگه هم سیستمای حالا سپورتس کاستر سیستم، راویه‌ایه که روی اتفاقایی که داره میفته اطلاعات تکمیلی میدن، به خاطر اینکه هر اتفاقی ممکنه بیفته، اتفاقا ایمرجنته. یه اطلاعات تکمیلی میده که یه مقداری بازیکن بهتر بفهمه قضیه چیه. چرا سپورتس کاستر سیستم؟ به خاطر اینکه سپورتس کاسترها گزارشگرای ورزشی دقیقاً برای همین هستن. چرا گزارشگر ورزشی هست؟ اتفاقای ورزش یه مقداری پیچیده است، به خصوص اگه یه نفر خیلی حرفه‌ای نباشه. خب شاید خیلی هم نفهمه چی شد، کی بود، کی زد، اون چجوری بود، الان چجوریه، الان اینا خیلی عقبن، کم عقبن، میرسن نمیرسن. اینجور اطلاعات رو معمولاً یه سری ندارن، حالا یه سری خیلی دارن، میتونن خاموش کنن اونو و کاملا بیشتر لذت ببرن حتی.
ولی از اینو ندارن. بنابراین گزارشگر ورزشی میاد توی لایه‌ای به شما اطلاعاتی میده که آنچه که داری میبینی معنای بیشتری بگیره، اطلاعات کمکی بهت میده. حالا این کار رو ویدیو گیم هایی هم انجام میدن. مثلا دارکست دانجن یه راوی داره که روی اتفاقا حرف میزنه، حرف زدن اون داره اطلاعاتی به شما میده از آنچه که داره اون زیر اتفاق میفته، از اون ایمرجنت ایونت ها داره بهت میگه که اون ترسید، این الان اینجوری میشه، الان میتونن یا نه کمکت میکنه. باز برای اینکه گیج نشیم دیگه، گم نشیم، وقتی که همه چی اسکریپتده میشینی کاتسین رو میبینی همونجوری که کارگردان خواسته، با صدای راوی، کاراکتر، همه چی دیزاین شده. توی بحث ایمرجنت کنترلی نداریم، بنابراین یکی دیگه از تکنیک‌ها این تکنیک سپورتس کستره. بازی دیگه مثلا بستشن یه راویه خیلی جدی داشت که دقیقاً روی اتفاقا حرف میزد با اون کاراکتر. حالا هر بازی به یه نحوی اینو پیاده سازی میکنیم. بعضی از بازی‌ها طبیعتاً بازی ایمرجنتی که از این تکنیک هم میخوان استفاده بکنن. خب من فکر کنم تا اینجا صبر کنیم. تو قسمت Q&A که سوالی نزدید یه دست بالا داریم و محمد رضا جان شما اگه چیزی میخوای بگی بگو. بله، سوال داشتم، میخواستم بدونم که الزاماً باید این اسپورتس کسترات از نظر با صدا و به شکل سمعی راهنمایی کنه یا نه از نظر بصری هم اون اتفاقایی که روی توی یو آی میفته، یو آی بازی مثلا دم چیتا رو نشون میدن یا تو مثلا اون زمانی که خیلی هرج و مرج هست تو بازی، این هم همچین حکمی رو داره؟ من فقط سوالم همین بود. آره اون طبیعتاً فیدبک، چون اینم زیر مجموعه فیدبک دادن، بازخورد دادن به بازیکنه. این قضیه چیزی که شما میگی در مورد یو آی هم کارهایی برای بهتر کردن بازخورد به بازیکن. گیم خوبه که خوب فیدبک، یکی از ایرادایی که از بعضی از بازی‌ها میشه گرفت اینه که خوب فیدبک نمیدن. من نمیفهمم خورد یا نخورد، من نمیفهمم جونم کم هست یا نیست، من نمیفهمم که هلت بک رو کجا باید پیدا کنم، من نمیفهمم این یارو به من چی داد اصلا، الان من چی گرفتم، یا میخوام مثلا این شمشیر رو با اون عوض کنم، اون قوی‌تر از مال اونیه که دارم یا ضعیف‌تره، نمیفهمم. اینا همش مشکلات فیدبک بازی به منه. مثالی که شما زدی هم تو اونه. اینم راوی هم یه مثالیه برای فیدبک بهتر، منتها در جهان نراتیو، یعنی در لایه فیکشن. چون مثال شما برای هر بازی قابل استفاده است، حتی اگه بازی داستان نداره. اینجا ما داریم همون رو میگیم، منتها یکی از ابزاراش برای بیان اتفاقا، مثلا اون کاراکتر ترسید الان رفت اونجا، میدونی اینو میخواد توی لایه انسانی دراماتیک بگه، ولی خب فلسفه‌شون یه چیزه. خب دیگه اینجا چیزایی که شما گفتید. بله، فراستپانک یه نمونه خیلی جدی از بازی‌های ایمرجنت استوری داره، یه شاهکار دیگه. 11 بیت کلا این کارو خیلی خوب انجام میده و دوستم دارم، هم تو دیس وار اف ماین هم تو فراستپانک. ترکیب مکانیک و نراتیو خیلی خوب بلند میشه با هم دیگه و انواع شما واقعا حس میکنین، حس میده بهتون هر دوتای این بازی، درگیرتون میکنن. بازی سری سیویلیزیشن خیلی جدی اینو دارن. سیویلیزیشن هم از اون بازیه که از لیبلینگ زیاد استفاده میکنه. شما یه لیبل میبینی دیگه تا تهش رو میری، قصه تو ذهن اون با اون ازدواج کرده فلان و اینجوری بود، جشنشون هم حتما اینجوری بوده و فلانی هم حتما دیجیشون بوده، دیگه همین تو ذهنت ساخته میشه. طول بعد از لیبل و قبل از اسپورتس کستر چی بود؟ سوالایی که میکنین سخته. رکورد کیپینگ این بود و بسیاری آرش هم جواب داده. خب قبل از اینکه خب ما ادامه نمیدیم، ما این جلسه ها رو 1.5 ساعت خواهیم داشت و بعد از پایانش من اتاقا رو باز میکنم. اگر دوست داشتید
برید توی اتاقا، چون یه فرصتیه برای اینکه چند نفر حالا رندوم با هم بیافتید و یه مقداری آشنا بشین. طبیعتاً یه ارزش اینجور کارا معمولا اینه که شماها با هم آشناشین، من با شما آشناشم، همه با هم بیشتر آشناشیم و اونجا خب بچه‌های شاید هستن که تجربه بیشتری دارید، میتونین کمک کنین به بچه‌هایی که تجربهشون کمتره یا کلاً یه فرصتی هست برای اینکه همراه اتفاق بیفته. روی سوالی که داریم اگه دوست داشتین اونجا فکر کنین با هم گپ بزنین. در صورت تمرینا رو از این به بعد شخصی میخوایم انجام بدیم و تو طول هفته انجام بدیم. من بهتون نشون میدم کجا بذارین، خیلیاتون رفتین سراغش و بسیار خبر خوبی بوده. من اینو شیرش رو استاپ کنم بریم روی تب دیگه. شیر خب اولا که این فولدر کلاسمونه، فولدر کلاسمون لینکش رو اگه بخواین من این لینک ها رو توی خود این ایونت کلندرم میذارم. این پایین هم لینک این گوگل درایو رو داریم فولدرمون رو، هم لینک دیسکورد همون دیسکورد قبلیه، همون دیسکورد رو نگه میدارم. اگر تمایل دارین اونجا میتونین باشین و حالا در ارتباط باشین با هم دیگه. برای همه گاما همون سرور رو میذاریم بمونه و روی این چیزایی که داریم توی قسمت کلاس متریال اسلایدها و ویدیوها قرار میگیره هر دفعه. در قسمت اساینمنت های هر سشن رو من میذارم. 2 تا داریم، این الان مربوط به سشن امروز، اساینمنت 1 این مربوط به سشن هفته بعد خواهد بود. و شما تو قسمت ممبر فایلز که اینجا هم خیلی ممنون از دوستایی که اومدید و فولدراتون رو درست کردین. من توضیح اینجا دادم که لطفاً بیاین به اسم خودتون فولدر درست کنین و جواب اون اساینمنت ها رو توی همون فولدر ها لطفاً بذارید. من سعی میکنم حتما اونجا ببینم، روی همون کامنت براتون بذارم. از بعضی از دوستام هم احتمال داره کمک بگیرم برای دیدن این اساینمنت ها. بچهای تیممون ابراز علاقه کردن که کمک کنن و خیلی خبر خوبیه به من. اینم از این. پس حتما تا قبل از هفته بعد بذارین فکر کنین لطفاً به سوالا. این سوالا لزوما سوالایی نیست که یه جواب داشته باشه درست و غلط یا مثلا چی. بیشتر هدفشون اینه که شما فکر کنین به یه حوزه‌ای، ذهنتون رو از زاویه‌های مختلف بیارید روی اون مسئله و سعی کنین به راه حل‌هایی برسید و احتمالاً کار خوبیه بعد از اینکه یه چیزایی شما میشنوید یه مقداری هم تو طول هفته ذهنتون درگیر باشه روی اون موضوع. اگه میخواین تیم بشین با کسایی که آشنا میشید یا با کسایی که میشناسید، تیمی میخواین کار کنید، چه بهتر با هم دیگه برین استورم کنین، فکر کنین، وقت بذارین. ولی در نهایت لطفاً فایل‌های خودتون رو بذارین. حتی اگه با هم کار میکنین به اسم خودتون هم یه بار کپی پیست کنین همون جوابا رو بذارین، یا میتونین یه توضیحی بدین که بگین ما با هم دیگه کار کردیم. یه نگاهی هم بندازیم به نمونه. اساینمنت اول 5 تا سناریوه. تو این 5 تا سناریوهای فرضی بازی، سوالا طبیعتاً هول و هوش همین کارهای نراتیویه. از شما یه سوال میکنه که شما اگه بودی چی کار میکردی توی این سناریو برای این مسئله. جواب بدین لطفاً. اگه میخواین به فارسی، به انگلیسی، هر جوری که راحتین، فقط کامل فکر کنین. نحوه فکر کردنتون خیلی مهمه که گام به گام به چی فکر میکنید و دقیق نوشتن هم لطفاً بیشتر باز تمرین کنید که خیلی مهمه. تو همون فرایند نوشتن خیلی باز تفکرتون قوی‌تر و قوی‌تر میشه و ذهنتون میتونه عمیق‌تر بشه. شاید به نظر اولش یه ذره گنگ بیاد، ولی وقت بذارید روش، از زاویه مختلف فکر کنید، به جاهای خوبی مطمئنم میرسید. خب اینم از این. بسیار عالی. اگر سوالی الان دارید در خدمتتون هستیم. من اتاقا رو باز کنم. پس توی اتاقا اگر تمایل نداریدم نرید، اگه تمایل دارید برید اونجا 10 دقیقه، یه رو، هر چقدر خواستین صحبت کنید. رو همین سوالا میتونید صحبت کنین یا رو موضوعای دیگه.
اگرم کلا ترجیح میدین تکی باشید و با هیچ کس حرف نزنید، اونم مسئله نیست، میتونید کلا تکی انجام بدید و با هیچ کس تعامل نکنید. خب اگه دسترسی فولدر سازی ندارید، اونجا یه ریکوست بزنین، برای من میاد دسترسی رو بهتون میدم، یا به من بگید، ایمیلتون رو بگین که دسترسی رو بدم. قاعدتا باید بتونین اکثرا. حالا بعضیا ایمیلاتون فکر کنم شاید یه ایمیل دیگه ای بوده موقع ثبت نام، اونجا نساختین. اگه میخواین تیمی انجام بدین چه بهتر دیگه، دست خودتونه. یعنی با کسایی که اگه تیم هستید که چی، اگه آشنا میشید اونجا صحبت کنید، اگه خواستین تو طول هفته در ارتباط باشین، حالا هر جوری که دوست دارید دیگه خودتون در ارتباط باشید خوبه. کاراتون هم اونجا باشه، کارهای همدیگه هم خوبه نگاه کنین، ایده بگیرین از کارهای همدیگه. بالاخره بعد از اینکه فکر کردید اونجا بذارید برین کارهای کسای دیگر رو نگاه کنین، ببینین اونا چجوری فکر کردن، شما چجوری فکر کردین. اگه دوست داشتین حتی میتونین کامنت بذارین رو کارهای همدیگه. این گروه، کامیونیتی، دیالوگ بین آدما مهمترین اتفاقه. اگه خوب ازش استفاده کنیم، اصل اتفاق تو اون ایده که موضوعی نیست که دقیقاً بگیم خب اینه جوابش هم اینه، تموم شده رفت. فقط الان یه صورت مسئله هایی رو یه اشاره میکنیم که این حوزه ها هم برای فکر کردن هستن. اصلش همون فکر کردن است که حالا شاید یه بخشش توی این تمرینا و گروه شدن و برین استورم کردن و کار همو دیدن و اینا بخشش اتفاق بیفته و یه شهودی و یه اینسایتی به همون برسه. خب دسترسی توی کلندر لینک ها هست. توی گوگل کلندر اگه برین، توی گوگل کلندر ایمیل همتون باید باشه. اگر نیست به من بگین، اینجا باید همگی باشید. یعنی باید اینو ببینین، یه همچین چیزی رو اینو روش کلیک کنین، هم لینک فولدر رو اینا هست. حالا باز من اینجا هم براتون میذارم مجدد، ولی معمولا اونجا باید باشه. خب همینجا شیرم کرد. بسیاری. من برم اتاق رو بسازم و دیگه اگر نکته ای ندارید خداحافظی کنم. حالا من امروز فکر کنم به بعضی از اتاقاتونم یه سری بزنم ببینم چه خبره. زمان دیگه نیازی نداره دیگه. خسرو جان شما بگو. میوتی اگر داری صحبت میکنی.